این دکتر دخترای خوشگل و دافهای زیبایی که به سمتش میان رو بیهوش میکنه و بعدش هم خیلی راحت ترتیب اونا رو میده و هیچ کس هم متوجه این کاراش نمیشه. نیاز هست که اشاره کنم داستان این فیلم کاملا بر اساس واقعیته. در اول داستان دختری به اسم کیم به سمت یک دکتر میره و ازش میخواد که دستش رو پانسمان کنه و اما اون دکتر کیم رو بیهوش میکنه و زمانی که اون دختر به هوش میاد احساس میکنه که اون دکتر از اندامش سوء استفاده کرده و برای همین دکتر بهش میگه چون داروی بیهوشی مصرف کردی این عوارض عادیه و بنابراین کیم هم مجبور میشه که از اون آزمایشگاه بیرون بیاد. همون روز اون دختر به سمت یک بیمارستان دیگه میره تا بررسیش کنن و اونا متوجه یک دی ان ای دیگه داخل بدن اون میشن. اون دختر که متوجه این ماجرا میشه به سرعت به سمت پلیس میره و این ماجرا رو بهشون توضیح میده. اما اون پلیس با شنیدن اسم دکتر بهش میگه که اون مرد آدم خوبیه و به خیلی از مردم اینجا هم کمک کرده و اصلا امکان نداره که این کار رو انجام داده باشه و برای همین کیم مشغول فکر کردن میشه تا اتفاقهای اون روز رو بررسی کنه و متوجه میشیم که اون با دوست پسرش دعوا کرده و دستش آسیب دیده و برای همین به سمت دکتر رفته و بعدش هم اون دکتر کیم رو بیهوش میکنه. کمی بعد اون پلیس دستیارش به اسم تام رو به سمت اون دکتر میفرسته و از اون میخواد که داستان رو بررسی کنه. همون روز اون دکتر زمانی که داستان رو متوجه میشه پشماش میریزه و تام ازش میخواد که یک نمونه خون رو بهشون بده تا خون اون رو آزمایش کنن و دکتر هم بدون مشکلی قبول میکنه و اون نمونه رو بهشون میده و بعد از آزمایش ها متوجه میشن که دی ان ای اون دکتر اصلاً با اون دی ان ای دیگه یکی نیست و زمانی که کیم متوجه این ماجرا میشه ناراحت میشه و به سمت اداره پلیس میره و از اون مرد در مورد آزمایش هایی که انجام دادن سوال میپرسه و احساس میکنه که تام از اونجایی که با اون دکتر دوست بوده پارتی بازی کرده و برای همین اون مرد که اسمش جان هست با تام تماس میگیره و متوجه میشه که اون واقعا مراقب دکتر نبوده و احتمالش هست که اون آزمایش واقعا مال خودش نباشه و بنابراین جان مجبور میشه که خودش به سمت اون دکتر بره و بعدش هم از اون دکتر میخواد که جلوی چشم همه آزمایش بده و در همین حال کیم مقداری از خاطره های زمانی که بیهوش بوده رو یادش میاد. اما از اونجایی که کسی حرفش رو باور نمیکنه ناراحت میشه. کمی بعد جوابهای اون آزمایش میاد و متوجه میشیم که جوابهای اون کاملا با آزمایش قبلی یکی هست. اما بازم کیم قبول نمیکنه و میگه این دکتر یک پوفیوزه و این سری جان حرفش رو باور نمیکنه و به اون پرونده پایان میده. چندین روز بعد میبینیم که همه مردم شهر از این ماجرا با خبر شدن و باعث میشن که کیم از کارش اخراج بشه و احساس میکنن که اون دختر یک روانی هست و زمانی هم که اون به سمت دوست پسرش میره اون فکر میکنه که این دختر قاطی کرده و بنابراین از هم جدا میشن و برای همین اون و خانواده‌اش از اونجا میرن تا بتونن این داستان رو فراموش کنن. یک روز در حال کار کردن برادرش بهش میگه که اون دکتر واقعا آدم خوبیه و احساس میکنه که خواهرش یک اسکل مسکلی چیزیه و کیم از این که میبینه حتی خانواده خودش حرفاشو باور نمیکنن پشماش ریخته و بنابراین برای آخرین بار تصمیم میگیره که این داستان رو پیگیری کنه. اما از اونجایی که میدونه پلیس‌ها هیچ کاری براش انجام نمیدن به سمت یک بار میره و اونجا از یک کارگاه حرفه‌ای کمک میخواد و در عوض به اون مرد قول میده که همه پولهاشو به اون میده و اون مرد هم در حالی که داره بیلیارد بازی میکنه به داستانهای اون دختر گوش میده و قبول میکنه که بهش کمک کنه و بعدش هم اون کارگاه به سمت دکتر میره و بزاق دهن اون رو به دست میاره و بعد از اینکه آزمایش‌های زیادی رو روی اون انجام میده متوجه میشه به خاطر اینکه بزاق دهن اون مرد کثیف بوده دی ان ای اون کاملا مشخص نیست و برای همین کیم یک فکر دیگه به ذهنش میرسه و روز بعد به سمت یک پرستار میره و میبینیم که اون زن همکار همون دکتر هست و بعد از اینکه کیم همه داستان رو براش توضیح میده و بهش میگه که چقدر توی این راه سختی کشیده و اخراج شده در نهایت اون زن قبول میکنه که بهش کمک کنه. روز بعد اون زن لیست همه بیمارهای دکتر رو به کیم میده و کیم هم میفهمه که باید بره با همه بیمارها صحبت کنه تا داستان رو متوجه بشه. اون بیمارا در اول با کیم خوش رفتاری میکنن که البته اگر منم باشم با این داف زیبا خوش رفتاری میکنم، اما بعد از اینکه اسم اون دکتر رو میشنون ناراحت میشن و درو میبندن و کیم از این ماجرا میفهمه که اون دکتر ترتیب خیلی ها رو داده و اما بعدش اونا رو تهدید کرده و صدای کار رو در نیاورده. در همین حال اون دکتر متوجه میشه که کیم داره چیکار میکنه و تلاش میکنه که خیلی زود از اون کشور بیرون بره و در همین لحظه یکی از پرستارا حرفای
حرفای اون رو میشنوه و این خبر رو به کیم میده و برای همین کیم دوباره به سمت پلیسا میره و به جان توضیح میده که دخترای زیادی هستن که این ماجرا براشون اتفاق افتاده. در همین حال این داستان رو رئیس اونجا میشنوه و قبول میکنه که خودش دست به کار بشه و یک بار برای همیشه به این داستان پایان بده و همون روز اونا از دکتر میخوان که به اونجا بیاد تا آزمایش خون بده و میبینیم که اون یارو اصلا استرس نداره و به پشمش هم نیست. در همین لحظه دکتر بهشون میگه که بهتره از بازوهاش خون بگیرن تا اون روز دستاش زخمی نشه و بتونه کارهای خودش رو هم انجام بده. یعنی به جان خودم این پوفیوز چیزی رو داره اینجا مخفی میکنه. و اما بعد از اینکه جوابهای اون آزمایش میاد متوجه میشن که نتیجه این آزمایش با 2 آزمایش قبلی یکی بوده و احساس میکنن که این دختر اونا رو اسکول کرده و برای همین رئیس پلیسا ناراحت میشه و قبول میکنه که دیگه به این ماجرا ادامه نده. و زمانی که اون دکتر داره از اونجا بیرون میره با اون دختر روبرو میشه و با یک نگاه معنیدار به اون دختر میگه ریدی گلم و بعدم که از اونجا میره. و کیم هم احساس میکنه که دیوانه شده و قبول میکنه که دیگه اون دکتر رو ول کنه و بعدش هم میبینیم که خودش به سمت یک روانشناس میره و همه داستان رو به اون مرد توضیح میده و ازش میخواد که بهش کمک کنه و تلاش میکنه به زندگی عادی خودش برگرده و همینطور از بچه‌های خودش مراقبت کنه. اما در همین لحظه یکی از بیمارهای همون دکتر به اداره پلیس میره و اعتراف میکنه و بهشون توضیح میده که این دکتر اول اون رو بیهوش کرده و بعد هم زمانی که اون زن متوجه چیزی نمیشده اون دکتر ترتیبش رو داده و برای همین اون دکتر رو به صورت موقت دستگیر میکنن و بعدش هم اون رو به یک دادگاه میبرن و جلوی همه از اون آزمایش میگیرن. اما این بار از موهای اون و همینطور وزاق دهنش و از نوک انگشت‌های اون خون میگیرن و همونجا جلوی قاضی شروع میکنن و آزمایش‌هاشون رو انجام میدن و بعدش متوجه میشن که دی ان ای این دکتر بیشرف کاملا با اون دی ان ای مورد نظر یکسان هست و برای همین قاضی اون دکتر رو برای سوء استفاده از دخترهای مختلف متهم میکنه و اون مرد رو به حبس ابد در داخل زندان محکوم میکنه. و در همین حال همه به اون دختر افتخار میکنن و به اون میگن که آقا دمت گرم که داستان رو پیگیری کردی و باعث شدی که این پوفیوز رو ما دستگیر کنیم. و همینطور از اون دکتر میپرسن که چطور آزمایش‌های قبلی جوابش منفی بوده و اون پوفیوز توضیح میده که هر بار یک لوله خون رو زیر پوستش مخفی میکرده و آزمایش‌هایی که از اون میگرفتن از داخل اون لوله میومده و اینجوری بوده که اون آزمایش‌ها منفی بودن. اسم فیلم آی اکیوز هست و همونطور که گفتم کاملا بر اساس یک داستان واقعی هست و اگر میخواین که این فیلم رو تماشا کنین 100% باید تنها باشین و اگر از این فیلم لذت بردین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو هم تماشا کنین.